السلام علیکم داملای عزیز. من میخواستم بفهمم که در بر کردن تیلا، انگشترین، دستمانه یا زیره یگان ثوابیت دارد یا نه. دوم، خویش و تباری که خودپسند باشند با آنها چه خیل مناسبت کردن در کار. سوم، بغیر از ماه قربان در ماه دیگر سفر حج کنی چی می شود؟ چهارم، خوردن سیر یعنی چیسناک چی ضرر دارد؟ از شما منت دارم. این برادر 4 سوال کردن. بغیر ماه قربان اگر کدام انسان سفر حج میکند، حج عمرش صحیح می شود، لیکن از حج فرضی واقع نمی شود. یعنی در ماه قربان کسی که اگر حج میکند وای حج فرضی هست، لیکن در غیر ماهای قربانم ماها می توانیم که حج کنیم، لیکن حج عمره می شود، حج سنتی می شود که این خیلی عبادتش فرقهای زیاد دارد. یعنی عبادت عمره از عبادت ثواب حج فرضی، از یعنی ادا کردن حج فرضی خیلی فرقهای زیاد دارد. از این خاطر این از حج فرضی گویم در غیر ماه قربان اگر صحیح شد، نه صحیح نمی شود، برای که برای حج فرضی ماهای مخصوص خداوند انا همین ماه را انتخاب کردگی است. خویش و تباری که خودپسند باشند با آنها چگونه مناسبت کردن در کار؟ البته مناسبت خود خوب میکنیم، میبینیم که به قدر ما و شما رسیدن، ما و شما تواضع میکنیم، قدردانیشان میکنیم. اگر که میبینیم که تماما به قدر و قیمت ما که نرسیدن، البته چیکار میکنیم؟ باز رفت و آمد ما نه راهاش میابیم. اگر کنده کنیم، باز اگر زلالها پیدا کی شود، از اون خویش تباری را کندنش خیلی با در شریعت گناه است. این صله رحم وقتی کنده می شود این هم گناه است. برای همین حدیثی که خواندیم جمعه آینده، هر وقتای میبینید امتهای مرا که تواضع میکنند تواضع کنین، وقتی میبینید امتهای مرا که تکبری میکنند تکبری کنین نسبت آنها. در بر کردن انگشترین، یعنی انشاءالله ما در این باب باز در باب همین خودپسندها و در باب صله رحم اینجا سوال ها آمدگی است، باز جواب کامل انشاءالله میگردانم. در بر کردن انگشترین تیلا یا دستمانه یا زیره چی ثوابیت دارد؟ یعنی البته ثوابیت ندارد اینها. یعنی برای مرد گرفتن دستمانه، گرفتن انگشترین یا زیره اینا هم حرام هستند. اینا برای زنها جایز هستند که زنها اگر از اینها استفاده برند. بعضی حکمتش هم گفتند که حکمتش همین است که یعنی همه وقت زینت این زن را فقط زیبنده هست. یعنی این تیلا که خودش از جمله همون زینت ها که هست باید که این از زنها استفاده برند. و حتی بعضی شارعی های حدیث میگویند که کدام مردی که اگر گردنبند تیلا دارد یا چله تیلا دارد وای آهسته آهسته چی می شود؟ مجازش مثل زنها می شود. یعنی همون خصلت های همون زنم در وجود همین مرد پیدا می شود. و دیگر حدیث پیغمبر خدا می گوید که این ابن عباس روایت می کند ان رسول الله صلی الله علیه و سلم رأى خاتما من ذهب. با یک جوان سلام کردن که دست پیغمبر خدا میگه در انگشتری تیلای این جوان رسید. فی ید رجل فنزعه فترحه. حبیب خدا میگه از دست این جوان همون انگشتری را بیرون کردن، فترحه پرتافتنش. و قال بعد که پرتافتن چی گفتن؟ یعمد احدکم الى جمرة من نار فیجعلوها فی یدی.
آیا شما میخواهین که پاره از آتش دوزخ در دست خود نگه داره؟ و طرف این جوان گفت فقیل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلی الله علیه و سلم خذ خاتمك انتفع به. و حبیب خدا میگد رفت، چله در زمین پرتافتگی. اطراف رفیقاش گفتن، ای برادر گفت حبیب خدا رفت گیر، گفت چله را از زمین بردار، انتفع به، میلش در دستت نکن لیکن در یگان کار زندگیت استفاده ببر. این جوان چی گفت؟ این سخن جوان همون جوانهایی که انگشترین دارن یا گردنبند دارن. اگر فکر کنن که همین جوانمردی و همین غیرت است، این غیرت نیست و این جوانمردی نیست. جوانمردی سخن این جوان است که الحال چی گفت به طرف رفیقا؟ والله لا آخذوه ابدا بعد ما طرحه رسول الله صلی الله علیه و سلم. قسم به الله گفت دیگر من این چله را از زمین نمی بردارم بعد آنه که این چله رسول اکرم از دست من بیرون کرد، اینو من دیگر نمی بردارم. گفت این چله طلا داشتن این گناه نیست اگر وای ما در خانه ذخیره مانیم برای یک روزهای بعدمان استفاده بردن، لیکن در دست کردن او یا گردنبندهایی که در گردنها دارن یا ساعتهای طلایی که دارن، اینها را برای مردها استفادهش حرام است، استفاده نکنید. و چهارم سوال کردن خوردن سیر آیا چی ضرر دارد؟ حتی حضرت عمر حکایه میکنند که در بالای منبر حضرت خطبه میخواندند و به تمام مردم میگه در خطبه آگاه کرد که من دیدم که بار پیغمبر خدا نفرانی که پیاز و نفرانی که سیر خورده بودن از مسجد بیرونشان کرد. حضرت عمر گفتند از این خاطر پیغمبرم گفتند من اکل البصل و الثوم و الکراس هم گفتند، یعنی همین چیزهای بدبوی مثل ممکن پودینه باشد، ممکن ترب باشد، اگر اینها را کسی سیر پیاز اینها را خورد، پیغمبر خدا چی گفتند؟ فلا یقربن مسجدنا فان الملائکه تتعزى مما یتعزى بنو آدم. گفتند پیغمبر خدا که کسی که اگر سیر میخورد پیاز میخورد با این بوی بد اگر مسجد خواهد که آید، حبیب خدا گفتن با این مسجد ما نزدیک نشود، زیرا این که ملائکه ها آزار میابند از بوی بد این، چگونه که یک برادری که در پهلوی او نشستگی است آزار میابند. این اگر در پهلوی شما الحال کسی سیر خورده باشد و از پهلوی وی شما آزار یابید، تصور کنید که ملائکه ها هم از این جوان است یا از آن موی سفید است آزار میابد از این بوی بد. از این خاطر شما وقتی مسجد آمدنی کشیدید اینها را نخورید. پیغمبر خدا را گفتن چگونه استفاده کنیم چسناک و چگونه استفاده کنیم پیاز را؟ گفتن پخته خورید. گفتن یعنی وقتی شما که پختید وی بوی بدی وی می رود، در حالت پختگی خورید وی برای شما درست می شود. و تمام آن برادرانی که در برابر این سیر و پیاز مسجدها می آیید، احتیاط کنید که لباس هاتون بوی نکند. انا همین حدیث پیغمبر خدا دلیل می شود برای تمام آن کسانی که یعنی جورب های بویناک دارند، و تمام آن کسانی که لباس هاشون بوی میکند، بدن هاشون بوی میکند، و تمام آن جوان هایی که امروز زیر کش هاشون چندگی نیست، جوان ها و موی سفید هایی که روز جمعه غسل نمیکنین، وقتی شما به نماز جمعه می آیید ملائکه ها از شما نفرت دارن، آزار می یابند. یک کاری کنید که یک جورابه های پوشید که در همون جای پای تو دیگر یک برادر سجده کرده تواند. مسجد ها باید جای پاکیزه باشند، جای تازه باشند. شما هم وقتی روز جمعه که می شود سحر همه اسراف ها در امروز راه دادگی هستین، همین 20 درم یک صابون چی است، یک بار نه 2 بار بدن هاتون خف کنید، تازه کنید، زیرای کشاتون تازه کنید، زیرا که هر چی اگر شما شویدم لکن زیرای
اگر زیر کشتان همون پشم ها که اگر وجود داشته باشد وای خواهی نخواهی وای بوی میکنه. تازه کردن وای سنت است. اگر در پهلوی کدام شما از برادرهایی که همون جورب‌های بویناک دارن اونها را شما میتوانید که با طریق اولا خبر دهید که برادر آخه این جورب تا بدر کن، از بوی بدی تو ما دیگر در این پهلوی تو نشستن نمیتوانیم. شما این در قادر هستین و این در حقوق هم دارین. شما مشرکان عرب، دشمنان اسلام، دشمنان رسول اکرم وقتی دیدن که مسلمان ها روز به روز از مکه برآمده رفته ایستادند، خانه و زن و فرزند ترک کرده ایستادند، این هجرت کردن برادرای عزیز و گرامی این کاری سهل نیست. این خانه و این اسباب و انجام و زن و فرزند اینجا گذاشتن و دیگر ملک اختیار کردن والله که کاری هر کس نیست. کیسه اگر سلمه را من برای شما بیان کنم، حضرت میگوید وقتی که من خواستم که سفر کنم به سوی مدینه، پشتیبانی از رسول اکرم پیش راهی مرا میگوید مشرکان گرفتن. کجا میروی؟ گفتم هجرت میکنم، مدینه میروم. مادام ما را نمیگذارید که نماز خوانیم، مسجد گشاده کنیم، عبادت خدا را که کنیم، پس برای ما دروازه های مدینه گشاده است، برادرای ما را منتظرند. گفتن سلمه میروی مرحمت رفتن بگیر، لیکن این زن و فرزندت از آن ماست. زن و فرزند من میگه از دستم گرفتن، 1 سال در فراق اینها در مدینه سوختم، لیکن زن و فرزند گذاشتم رفتم. حضرت صهیب رومی میگه وقتی که من از مکه که هجرت میکردم پیش راه من را گرفتن، گفتن تو از روم آمدی، زمانی آمدی تو 20 درم نداشتی که زندگی کنی، امروز صاحب دولت و سهولت شدی، دولت و سهولت همه تا گذار، خودت رو هر جایی که رفتن میگیری. اینگونه مشقت ها بالای صحابه های پیغمبر خدا در زمان هجرت آمده بود. خلاص مشرکان عرب دیدن که مردم سفر دارد، از آینده ترسیدند. گفتن اینا روز به روز رفته ایستادند، اونجا یک قوه بزرگ می شود، روز هجوم به مکه می کند و این دولت و سهولت و این خانه و در از ما و شما را می گیرند. برای این پیشگیری کردند در کار. در حال جلسه آراستند، مجلس کردند، با سرداری ابو جهل نقشه کشیدند. هر کس به خود پیشنهاد کرده بود که من جمعه پیشین برای شما گفته بودم، لیکن پیشنهاد ابو جهل در این مجلس گذشت. پیشنهاد چی بود؟ از هر قبیله عرب 1 نفری را نزد دروازه پیغمبر خدا میگذاریم، در دست اونا شمشیر میدهیم، زمانی که این پیغمبر از خانهش بیرون میشود، یک باره این 11 شمشیر در شکم او زده میشود. پس حبیب خدا یک قوم بنی هاشم است، قوت اینا به این 11 قبیله عرب نمیرسد، ما خونبهاش میدهیم، با همین آرام میشویم. نقشه را کشیدند، همگیش خرسندی دیگر حد کنار نداشت که این شخص کشته می شود. تمام دیگر در مکه هیچ آوازه و هیچ تشویش دیگر نمی شود. چی می دانند؟ چی می دانند که در زمین اینها نقشه کشیده ایستادند، در آسمان پروردگار نقشه نجات رسول اکرم کشیده ایستاده است. و یمکرون و یمکر الله والله خیر الماکرین. اینا نقشه کشیدند. خدا میگوید من هم نقشه کشیدم، لیکن بهترین نقشه کش من هستم، گفت پروردگار. در حال از این حال مجلس روی درهای پوشیده صورت گرفته بود. کسی از این مجلس آگاه نداشت که چی مصلحت در داخل این تالار شده بود، لیکن الله که از این آگاه بود با جبرائیل فرمان داد رو آن نقشه‌ای که ابو جهل نسبت رسول اکرم کشید به پیغمبر من خبر بده و بگو که امشب مکه را ترک سازد. در حال آمده خبر گرفتند، حبیب خدا را فهمانیدند. رسول اکرم در گرمای روز خانه ابوبکر صدیق آمد که بار هم ابوبکر میگوید خانه من در گرما نمی آمد.
پیوسته عادتش بعد بامداد یا بعد عصر بود. فکر کردم و گفتم که چی کار مهمی پیش آمده است. وقتی با حبیب خدا در خانه نشستم، حبیب خدا گفت کسی در خانه نیست؟ گفتم کسی نیست. گفت خبر مهم است. گفت چیست؟ گفت فرمان شد که امروز مکه مکرمه را من ترک سازم. ابوبکر صدیق منتظر همسفر بود. همسفرت کیست؟ رسول اکرم گفتن همسفر من تو هستی ای ابوبکر صدیق. حضرت عایشه صدیقه میگوید من میدیدم که انسان از روی غم و مصیبت گریه میکند، لکن از روی شادی ندیده بودم کسی گریه کند. لیکن ابوبکر پدرم را وقتی که همسفر خود اعلام کرد، از شادی حضرت گریه میکرد که من همسفر پیغمبر خدا هستم. برادرای عزیز، اینجا یک حکمت از دست نرود. همسفر پیغمبر خدا را خداوند اعلام کرد که ابوبکر باید باشد. خدا اعلام کرد که همسفر تو باید ابوبکر صدیق باشد، زیرا که ابوبکر خداوند میدانست که وی شایسته بود، وی لایق ترین شخص بود، وی امین ترین شخص بود، وی اخلاص ترین شخص به سوی پیغمبر بود. از این خاطر او را اعلام کرد. اینجا ابوبکر صدیق ما را یک درس داد. برادرای عزیز گرامی، این حکمت هم از دست نرود. ببین، از جان از مالش گذشت، اشک شادی میریزاند برای دیدار پروردگارش. میدانست که این سفر سفر پرخطر است. این سفر سفر آسان نبود. این سفر سفر استراحتی نبود. این سفر سفری بود که در راه با دشمنان روبرو میشد. ای خلاص با ابوبکر سخن پزاندن، وقتی برآمدن اعلام کردند که بعد خفتن می شود. آمدن نزد مخلص دیگری خود حضرت علی رضی الله عنه. علی را دعوت کردن، با او اعلام کردن که امشب من هجرت میکنم، تو دو وظیفه داری. وظیفه اولت این است در جایگاه من امشب تو خواب میکنی. دوم وظیفه که داری، آن مالی که این مردم در پیش من امانت گذاشته بودند، سحر که روز شد امانت به صاحبهاش میگردانی. پیغمبر خدا را اینقدر بد میدیدن به خاطر که امانت گذار بود، در امانت مردم خیانت نداشت، امانت چنان در پیش وی میگذاشتند. از وقتش رسول اکرم لقب امینی داشت، امانت نگه دارنده بود. ولی امروز امتاش امانت خیانت میکنند. امروز امتاش دروغگوند، دزدند، حسد میبرند، کینه میبرند. همه عملهای زیش در امتای پیغمبر خدا هست. گفت دویم وظیفه دار علی این است که سحر امانتهایی که در پیش من مردم گذاشته بودند اونا را به صاحباش تقسیم میکنی. با حضرت علی هم رسول اکرم خیر و خوش کردند و حضرت علی را در همون چادری سبزی که میخوابیدن پیچانید و در جایگاه خوابی خود گذاشت. حضرت علی بالای بستر خواب کردند. رسول اکرم از داخل خانه برآمدند، یک مشت خاک در دستشان و جعلنا من بین ایدیهم سدا و من خلفهم سدا فاغشیناهم فهم لا یبصرون. این آیت قرآن از آیت 9 سوره یاسین خواندند. بالای این خاک صف کردند و بیرون از خانه شدند. پر تافتند. میگوید پروردگار میگوید و مجرد خواندن این آیت قرآن پیش چشمهای این مشرکان ما دیوار ساختیم. حبیب ما آزاد از پیش چشم اونها برآمد رفت. اونا ندیدن که رسول اکرم از این خانه آزاد برآمده رفت. وقتی رسول اکرم گذشته رفتند، با ابوبکر بالای اشتر سوار شدند. یک نفر در راه میگوید پیغمبر خدا را دید، از همون نماینده های مشرکان بود. آمد نگاه کرد نزد دروازه پیغمبر، این 11 نفر کاردار در دست انتظار. گفت شما منتظر کی هستید؟ گفتن ما منتظر محمد صلی الله علیه و سلم هستیم. گفتن آخر من محمد دیدم در اثنای راه از مکه بیرون برآمده ایستاده بود.
گفتن نه، گفتن ما از قسم شب منتظریم. باز آمده میگد از تیریزه خانه رسول اکرم نگاه کردن، بالای جایگاه کام خواب است. اونجا علی بود، اونا تصور کردن این رسول اکرم است. باز همون شک از دلشان دور شد. خیلی جوانمردی است برادرای عزیز و گرامی. در جایگاه مرگ خواب کردن، در جایگاه خوف و خطر خواب کردن، این کار هر کس نیست. سحر وقتی که روز شد، حضرت علی از جایگاه خواب خیستند، دروازه را کشادند، بیرون برآمدند. مشرکان به مجرد علی را دیدن همگی دیوانه شدند، دیوانه شدند. اینجا حضرت علی را میگذاریم، میاییم به هجرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. آمدن ابوبکر صدیق گرفتند، بالای اشتر سوار شدند و به سوی غار رفتند. غار ثور میگویند حاجی‌ها، این غار رفته همیشه زیارت میکنند، میبینند. وقتی که رسول اکرم از مکه مکرمه میبرآمد به طرف این شهری که در او زاییده شده بود، 53 سال حیاتش در این مکه مکرمه گذرانیده بود، نزول وحی بود، حیات خود با خدیجه در همین مکه مکرمه گذرانیده بود. گویم خاطره های تلخ و شیرین او در این کوچه های مکه مکرمه گذشته بود. و جانب این مکه نگاه کرد به سوی شهر و گفت ای مکه، گفت از تمام جهان دیده برای من تو محبوب تر هستی، لیکن چیکار کنم که فرزندانی ناخلفی تو مرا نگذاشتن که در این شهر من حیات به سر ببرم. تو را در حفظ خدا می سپارم. این دعا را در حق مکه مکرمه در زادگاهش کردن و رهسپار به سوی همون غار ثور شدند. برادرای عزیز و گرامی، به جانب غار ثور رفتن کار مشکل بود. راه بسیار سنگلاخ بود، بسیار سنگهای تیز داشت. حبیب خدا پای لوچ بودند و میگوید تمام پایهای رسول اکرم جراحت برداشت. ابوبکر دید که رسول اکرم ساعت به ساعت حالش وزبین میشد، بالای پشت مبارک خود بارش کردند. شخصی که در پشت ابوبکر سوار شده است برادرای عزیز و گرامی، در صلح حدیبیه حبیب خدا وقتی آب دهانشان خطوفش می پرتافتند، صحابه ها خطوفهای او را گرفته در رویهاشان می مالیدند و می گفتند در هر جایی که آب دهان پیغمبر رسد او را آتش دوزخ نمی سوزاند. کجا گویم پشت ابوبکر صدیق جای سواره رسول اکرم بود. چگونه زبان کشاده می شود، گروه ها پیدا می شوند میگن ابوبکر دوزخی هست. پشتی که در او رسول اکرم سوار است، شخصی که او را رسول اکرم محبوب خود خواند، چگونه ای را از اهل دوزخ میگویی؟ افسوس پروردگار ما رحیم و رحمان است و الا باید در همون زمان زبان او را گم گرداند، والله باید زبان او را سوزانده گرداند. افسوس که خداوند او را مهلت میدهد که شاید همین بدبخت از همین عقیدهش گردد. پشت رسول اکرم سوار شدند. حبیب خدا وی میگوید ابوبکر صدیق وی برداشته به نزد در غار آوردند. یک غاری که سالهای دراز در داخل او همه حشرات ها وجود داشت. شما یک منظره که این تاریخ اصلا فراموش نمی کند و رنگ این تاریخی که در این غار نویسانده شده است هیچ وقت کورک نمی شود. این عاشق ببین، این عاشق نخواست که معشوق خود رسول اکرم یک باره در غار در آید. چیکار کرد؟ حبیب خدا را در همون نزد غار گذاشت. گویا حبیب خدا من اول در آمده این غار یک تفتیش میکنم، تازه میکنم، آماده میکنم، بعدا شما وارد غار میشوید. حضرت میگوید مثل ما نه، 3-4 لباس داشتند، فقط یک ریدا در اطراف همون وجودش پیچاندگی بود.
میگوید وقتی وارد غار شدند همون ردای مبارک کشادند، همچون جاروب داخل غار میگه رفته تازه کردند، همه سنگ ها را از غار بیرون کردند، حتی میگه چند سوراخی هایی که در غار بود از همون رداش میدران سوراخی ها را محکم میکرد. فقط در یک سوراخی میگوید ردا که تمام شد، در یک سوراخی دیگر لباس نرسید که وی محکم کند. حبیب خدا را جیغ زد، بیا گفت پدر و مادرم فدای تو باد، غار آماده شد، مرحمت درآ گفت. وقتی که غار آماده در آمدن رسول اکرم شد، وقتی میگوید وارد غار شد رسول اکرم، ابوبکر میگوید من در چهره پیغمبر خستگی را حس کردم، بسیار مانده که بود. گفتم ای حبیب خدا استراحت کن. البته اگر تصور کنیم ابوبکر هم خسته بود، لیکن خستگی خدا در برابر خستگی رسول اکرم فراموش کرده بود. حبیب خدا را میگوید گفت استراحت کن. ببینید رسول اکرم سر مبارک خدا در کجا گذاشت؟ باز در بالای ران ابوبکر صدیق، بالای ران ابوبکر صدیق گذاشت و حضرت خواب درفتند. ابوبکر صدیق همون یک سوراخی که از او خطر داشت با کف پاش همون را میگد محکم کردند. این زمان بود که یک مار وحشی در کف پای حضرت ابوبکر میگد نیش زدند. خیلی وجود حضرت دردمند شدند، طاقت کردند تا که ابوبکر صدیق آنقدر طاقت فرسا بود که حبیب خدا از خواب بیدار نشود. طاقت کردند، لیکن درد که بالای ابوبکر که زیاد میشد، دیگر آب چشم ابوبکر میگوید در بالای رخساره رسول اکرم زد. حضرت بیدار شدند، گفتند ابوبکر، گفتند چی شد؟ گفتند مار همین پای مرا نیش زد. حضرت ببینید از جاش خیستند، آب دهانشان گرفتند و در کف پای حضرت ابوبکر میمالیدند، همچون یک دوایی و دعا کردند خدایا برای ابوبکر شفای کامل نصیب بگردان. در بعض روایت میگوید این مار به سخن آمد این مار، گفت ای حبیب خدا، قسم به خدایی که مرا آفریده است، من حق نداشتم که این یار تو را بگزم، لیکن این سوراخی هایی که میبینی همه اینا من سوراخ کرده بودم. من میدانستم که روز از روزها تو وارد این غار میشوی، من از هر یک سوراخی جمال زیبای تو را تماشا کنم. حضرت برای ابن عازب میگوید کان رسول الله صلی الله علیه و سلم احسن الناس وجها. حضرت برای ابن عازب در حدیث بخاری میگذرد بهترین حسن و جمال در چهره پیغمبر خدا بود. این مار میگوید همه این سوراخی ها را من کرده بودم تا که اگر یکی از اینها محکمم که شود از دیگر رشته را تماشا کنم، لیکن چیکار کنم که همه این سوراخی ها برداشته شد. خلاص حضرت در همون داخل غار ماندند. شب آنجا روز کردند. میایم به نزد حضرت علی که سحر از خواب بیدار شد. وقتی حضرت علی بیدار شدند با این مشرکا که روبرو شدند، مشرکا پرسیدند محمد کجا؟ حضرت علی از علی سر میرفت لیکن سیر نمیرفت. همه را میدانستند، لیکن وی هیچ وقت مسلمان نمیفروخت. گفتن نمیدانم. نمیدانم. کلتک های داشتن، زده میگوید به خانه کعبه آوردن که ابو جهل همراه مجلس گذرانیده بود، منتظر بود که کنی جسد بیجان پیغمبر به مکه آورده می شود. نگاه کردن که علی دستهاش بسته و به خانه کعبه آورده شده ایستاده. گفتن چی شد؟ محمد کجاست؟ گفتن نمیدانیم، سحر روز شد از جاگه پیغمبر دامادش علی خیست. پرسان کردن جواب نیست. ابو جهل که بسیار آدم درست سخن بود
بسیار قهر که داشت، دوام به سوی خانه ابوبکر آمد. دختر ابوبکر در خانهش بود، اسماء بود. وقتی آمدن فریاد زد ابوبکر. از داخل حضرت اسماء بیرون آمدن، گفتن لبیک. مادرت کجاست؟ گفت نمیدانم. نمیدانی؟ گفت نمیدانم. ابو جهل که میگوید بسیار تنومند بود، اسماء میگوید چنان یک ضربه سخت در پیشی برم زد که قسم به خدا گوشوارهام از گوشم پرید. به خاطر که تو سیری پدرت میپوشانی، به خاطر تو نمیگوی که ابوبکر در کجاست. خلاص در حال ابو جهل امر کرد تمام سرحدها بسته شود. هر یک راهی که به سوی مدینه می رود همه راه ها را بندید. راه ها بسته شده. چی می دانند که راهی که خدا می کشد او راه دائم گشاده است. حبیبی خدا همراه ابوبکر 3 روز در این غار ماندند. 3 روز. همان روز مشرکان با همراهی عسکر نزد غار آمدند. اطراف غار را احاطه کردند. ابوبکر صدیق به طاقت شد. قدمهاشو نمیدید. ابوبکر گفت قسم به خدا، گفت ای محمد اگر یکی از اینها سرش پایان کند هر آینه ما تو را میبیند. یکی رسول اکرم چی گفتند؟ یا ابوبکر، ای ابوبکر، ما ظنک باثنین الله ثالثهما. ای ابوبکر گمان تو چیست؟ فکر تو چیست با آن 2 نفری که 3م اونها خداست؟ فکر چیست؟ فراموش نکن که ابوبکر و محمد در این غار تنهاست. الله در محافظت ما ایستادگی است. خداوند در سوره توبه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لا تحزن ان الله معنا. حبیبی خدا گفت ابوبکر غمگین نشو، الله همراه ما. خلاص اطراف غار فرا گرفتند. ولله جنود السماوات والارض. خدا میگوید همه آن چیزی که در روی دنیا است عسکران من هستند. پروردگار میگوید پیش از آن که این عسکران آید امر کرد به عنکبوت که بالای غار تار بکش. بالای غار تار کشیده شد. عنکبوت در بین اون لانه خود گذاشت. کبوتر امر کرد رو در بالای غاری که ابوبکر و محمد ایستادگی است اونجا الچه میگذاری 2 تخم میکنی. مشرکان آمدن نگاه کردن تار بالای غار کشیدگی. یک کبوتر الکه لانه ساختگی 2 تا تخم بالای در داخل لانه شد. نوکرای ابو جهل گفتن ای ابو جهل گفتن اونا در این غار نیستن. گفت اگر در این غار می شدن هر آینه این کبوتر در این لانه نمی ساخت یا این تار عنکبوت کنده می شد. در شک افتیدن، از نزد غار دور شدن. عبدالله فرزند حضرت ابوبکر هر شب خبر مکه را با اونا می برد. 3 شب خبر می برد چی گپ در مکه رفته ایستاده. عامر ابن فهیره که غلامی بود که ابوبکر آزادش کرده بود، گوسفندای ابوبکر اطراف غار می آورد می چرانید. شب از همین گوسفندا این 2 محبوب خدا را شیر می داد. گویم بعد این 3 روز حبیب خدا یکی از یهودی ها را دعوت کرد که برای او راهنمایی کند. اونها را تا مدینه برده رساند. خلاص اینها را گرفتند و صحت و سلامت به مدینه منوره برده رسانیدند. این هم یک لحظه هست که تمام
احادیث های صحیح در باب این غار، در قصه این غار وجود دارد. اینم از فضیلت حضرت ابوبکر صدیق برای ما و شما حکایت. برادرای عزیز و گرامی، از این هجرت پیغمبر خدا ما باید درس گیریم. این درس است برای ما. گذشتن از مال و فرزند. حضرت علی برای چی در جایگاه خواب کردن و برای ما چی درس دادن؟ گفتن کسی که یقینا از خدا میترسد او را خدا محافظت میکنه. خداوند در سوره طلاق، در چندین جای سوره طلاق، و من یتقی الله یجعل له مخرجا، کسی از من میترسد از همه مشکلات خلاصش میکنم. و من یتوکل علی الله فهو حسبه، کسی بر من توکل میکند من وی بسنده هستم. و من یتقی الله یجعل له من امره یسرا، خدا میگه کسی که از من میترسد همه کارهاش آسان میگردانم. و من یتقی الله یکفر عنه سیئاته و یعظم له اجرا، خدا میگه کسی از من میترسد همه گناهاش نابود میکنه و برای بهترین پاداش نصیب میگردانم. سوره توبه انما یعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الاخر و اقام الصلاة و آتى الزکات ولم یخش الا الله فعسى اولئک ان یکونوا من المهتدین. خدا میگوید مسجدها را کسانی آباد میکنند که ایمانی به خدا دارند، ایمان به روز قیامت دارند، کسانی هستند که نماز میخوانند، زکات میدهند، در برابر این فقط از خدا میترسند. کسی از خدا میترسد اون نجات مییابد. خدا میگوید خلاص ابوبکر صدیق رحمت الله علیه بسیار خدمت‌ها شایسته است. سوال‌هایی که پیش من است خیلی ضرورت دارند برای جوابش که من جمعه گذشته برای شما بیان کردم و جمعه آینده خدا خواسته باشد من در باب تهمت حضرت عایشه صدیقه که اینم گویم یک غم و یک دقت برای حضرت ابوبکر خواستن دشمنا بیارن که ابوبکر صدیقه خواستن غمگین کنن، خواستن شرمنده در پیش خسورش کنن. حضرت عایشه صدیقه را تهمت به زنا کردند. چگونه حضرت عایشه را تهمت به زنا کردند، چگونه حضرت عایشه نجات یافت، از این جمعه آینده من برای شما از قصه حضرت عایشه هم بیان میکنم و امروز باشد همین چند سوالی که از من جواب اینا را گویم. السلام علیکم بابای حاجی، در حق برادر من علی شیر یک دعای شفا کنید. التماس خداوند شما را نگهبان باشه. یک برادر من علی شیر بیمار هستند، خدای مهربان این برادر ما علی شیر شفای کامل و شفای عاجل خدا نصیب گردان. السلام علیکم برادر شیرین گفتار ستاره دین اسلام حاجی میرزا. من مادر 4 دختر می باشم و پسر ندارم، ولی دخترهای خود را بر روزه نماز قرآن خوان کردم و از شما دادر عزیز خواهش میکنم که در حق من و دخترهایم دعای نیک کنید. من هم از درگاه خدا طلب آن را دارم که دائما تن شما صحت و زبان شیرین شما، لفظ خوب شما برای ما مادرها دعاگوی باشد و این مبلغ ناچیز را اگر برای آبادی این خانه خدا قبول دارید ما خرسند میشویم. با سلام، اپای شما، اپای زیبا. دیروز ما با این مادرم همینجا ملاقات داشتیم. بسیار زنی با عفت، بسیار زنی خداتر، صاحب 4 دختر، تربیت کننده این دخترها و یک مبلغ هم آوردن برای آبادی مسجد صرف کنید از پول مهنت همون حلال دخترهاشون. و حتی که شاید بعض شنیدگی ها دارد که اگر از کسی دختر باقی ماند بعد سر او یگان خیر به او نمیرسد. بسیار باور کنید این فتواهای همون کسانی هستند که در اسلام فقط زیانشان میرسد، فایدهشان نمیرسد. حبیب خدا من عال جاریتین حتی تبلغ جاء یوم القیامت انا و هو کهاتین. کسی که اگر 1 دختر، 2 دختر، 3 دختر، 4 دختر شد تربیه میکند، از خدا با خبر میکند، با عفت نگهشان میدارد، حبیب خدا گفت این گونه مادر روز قیامت پیشا دنکال همراه من جنت میرود. از یک خیل بچه بیناموز، از یک خیل بچه گویم که
به ترتیب بعضی هم دخترای بناموز خیلی بهتره. بسیاری پدرها را دیدیم از فرزندای همون نرینه‌شان بیزار شیدگی هستند. این تحقیر است. زن در اسلام بسیار مرتبه بلند دارد. تا دورهای رسول اکرم زن قدر نداشت. این قرآن هم گواهی میدهد و اذا الموعودة سئلت بأی ذنب قتلت. روز قیامت خدا میگه من آن دخترهایی را که عربها زنده به زنده گرانیده بودند آنها را جان میدهم، از کشتل پدرهاشان میدانند برای چی ما را زنده به زنده در قبر جای کرده. در دورهای پیش از اسلامی دختر تولد شدن این بیعاری و بیشرفی برای همون خاندان بود. لیکن اسلام که آمد خداوند هن لباس لکم و انتم لباس لهن گفت. این زنها لباسی شما هستند، شما لباسی زنها هستید. خواستم یک مسئله را برای شما روشنی اندازم. اینجا دو برادر از من سوال کردن. هر دو برادرها از یکی از کلاب و یکی از دوشنبه هست. یکی سوال دادن که وقتی که همین فلاشتور